از فیلم برداری میگه که تانی چی هم بگیریم، عکس هم بگیریم. خوشهای خورما هر جنس تا چه من میگیرم. خورما خیلی درخت ها خورما. دیگه آمد دیگه او در گرفتم. دیگه یه ذره روز تو باشه. روز ما خوب آفتاب باشه. بعد خوب درخت‌ها بیاد. ما در وسط استاد میشیم تمام فیلم برداری خب. یکم شما اینجا هستین. برین یکی از دست خوشحال بگیریم ما. حالا این خیلی آقا جواد کجا معلومه قدم بزنین شما؟ به شهر قشم یعنی خاک ایران اینجا بله؟ اینا درختای خرماه بله؟ چند روز دیگه خرما رو میتونه ما و شما نوش جان کنیم؟ برای 2 ماه بعد 60 روز دیگه بله؟ انشالله که اجازه هم بدن. خدا کنه 2 ماه دیگه ما و شما هم سفر باشیم. زنده بودیم انشالله که 100 سال زنده باشیم در کنار فامیل شما. بعد امیدوار باشیم بچه داماد کنیم، دختر عروس کنیم. هنوز که بابا اول کاره، هنوز که ما و شما از 100 تا یعنی گل ما یکیش هنوز به قنچه هنوز یکی باز شده، 99 تا دیگه به قنچه یا 4 خیلی خوب جای خیلی خوب. موفق باشین، مؤید باشین. خلاصه که زندگی دیگر پرپیچ و خم مشکلات داره. خسته کن بود. مسافر کم بود. اگه مسافر خوب بود. خیلی خوب. من اینجا هم آمد و تاریکی ها و روشنایی ها و بعدش هم این هم پشت پنجره اتاق ما اون کولرش هم معلوم میشه. برای دلاره اون سیایی بیک هم میایه ها. بیلا ولی امشب یک پیلگوشی گیر مانده ها دیگه بخیر. خوب آقا زینا خود در خود تعریف کن. مثلا چی تصمیم داری بعد از این چی میخوایی بکنی؟ خواست خدا چی هست؟ همین قسمت ما بوده که ما 8 ماه بیایم دبی و این 8 ماه یعنی 3 مرتبه قشم بیاییم و همسفر شما باشیم، هم همسفر کابل و هم همسفر قشم. کامپیوتر ببریم، کامپیوتر بخریم دیگه. بسیار خوب شد، بسیار انشالله دفعه بعدم هم یک جای میم. خب بیارگیم هم دفعه درختاش خورما که باید دیگه دیگه بر بچه ها نشان بدیم و ما یک خرباز خورما داشتیم نمیخوردیم. انشالله دفعه دیگه کامل روزه میم. ماه رمضان باز چی میکنیم؟ این حال آقا رضا این دی وسط مستاد میشم. این دی قسمت بیا دی قسمت یک منظره میه خود باز این قسمت هم دیگه خود دی شکل چون مستاد مثل منظره میه مثل این شمال مثل دور باشه نزدیک باشه. می هر دو طرف میای. پشت سرم قشنگ میای. همون تو آرام بیایم. اینجا خاک ایرانه. بعد وقت شهر قشم و نام شهر قشم یاد میشه. در حدود 30 کیلو یا 25 کیلومتر از بندر عباس فاصله داره. همون حدودا هست. یعنی جزو آبهای خلیج فارس اینجا به حساب میاد.
ساعت هم حالا متوجه ساعت چنده؟ ساعت 20 دقیقه به 10 ساعت ایرانه. یک ساعت با ساعت افغانستان فرق میکنه. 20 دقیقه به 10 شب. شب چهارشنبه یا شب چهارشنبه شب که میشه صبح انشالله ویزا میاد که پنجشنبه ما شب جمعه به ایران و دبی باشه. انشالله دیگه اون طرف هم کس چلمخانه است، مسجد است دیگه. 5 دقیقه فیلم برداری کنیم ان شاء الله. 10 دقیقه دیگه فیلم برداری میکنیم. ما فعلا دیگه خدای با ما. خداحافظی خداحافظی. دیگه اینجا زیاد گرفتیم تو منظره گرفتیم ما اینا دیگه دست تکان دی. خداحافظ. مقصد ما این فیلم برداری از طرف شب کردیم از خیره آمده دیگه. خب گفتم تاریخش رو امروز 20 چندم برج. آها 20 چندم از تاریخ شب بگو. امروز شما بگین نزدیک. خب یادم آره خیر روز چهارشنبه است. روز چهارشنبه ماه برج تقریبا برج سرطان برج هفتم عیسوی است و فکر کنم تاریخ 7 آمدن. تاریخ 9 10 با شما 9 10 قبول کنیم. یعنی برج